پاروپاشک استحصالی وطنی اقتداری باربرداری آن تا 10 تن، گنجایشش باشد وابسته به نوع و ترکیب نیروهای ارگانیکی در شکل تر و خشک تا 4 تن را تشکیل می‌دهد و آن امکان می‌دهد که هنگام حرکت تکنیک تا 18 متر پارو را به زمین قبل از شودگار پاش دهد. طبق طلبات وابسته به ترکیب خاک و زراعت کشتشونده باید قبل از شودگار به هر گکتار زمین از 20 تا 40 تن نیروهای ارگانیکی وارد کرده شود و برای کم کردن مهنت دستی و در مهلت معین گردیده شودگار نمودن زمین استفاده پاروپاشک به منفعت کار خواجگیداران است. البته این باید پیش از شودگار باشد، لیکن حاضر پیش از کارکرد پیش از کشتی خاک نیز وارد کردن ممکن است و در اندازه بگوییم که یک گزارش تا اندازه 18 متر این نیروی ارگانیک را پاشیده برای بهتر شدن حالت مرتب خاک مساعدت می‌نماید. البته این واسطه‌های تکنیکی این ماشین‌آلات با تراکتورهای با خود مناسب باید دستگاه شوند. برای این تراکتورهای چهارچرخه اگر خوب باشد تصمیم چرخی که قوای کشیششون تا 4 کیلونیوتن است، یعنی گویا که با سیلو گیانه به تراکتوری با کلاس 4 و 3 و 4 وارد شونده به حد موافق می باشد. اگر سالهای قبلی این تجهیزات کشاورزی از خارج مملکت با نرخ نسبتاً گران وارد می‌گردید، اکنون نمونه آن در جمعیت سهامی پوشیده اگرتخ سرویس شهر حصار استحصال و در صورت طلبات به طور وسیع برآمده می‌شود. حالا موافق با زمین‌های موجوده کشاورزی و نمود کشتی زراعت، طلبات به چنین ماشین‌آلات کشاورزی زیاد است و نیاز خواجگیداران طی سال‌های اخیر اساساً با این نمود ماشین‌آلات کشاورزی از حساب واردات تامین کرده می‌شود. این برای هر یک خواجگی به حد ضرور مهم است. اگر چنین تکنولوژی تکنولوژی ما استحصال نموده در استحصالات اگر ما عملی نماییم، برای پیشبرد سایر کشاورزی موفقیت کلان می شود و حاصلناکی زراعت‌های رسانه پروری به حد به درجه دسترس لازمه موفق می‌شویم. ضمن عملاً در خواجگی لطیف مرادوی شهر حصار معرفی گردیدن این ماشین‌آلات کشاورزی به خواجگیداران تاکید گردید که استفاده برای آن در ساحه کشاورزی برای وارد نمودن نیروهای ارگانیکی شرایط مساعد را فراهم آورده، استحصال آن در داخل مملکت امکانیت می‌دهد که خراجات مبلغ برای خریداری آن از خارج کشور کاهش یافته، نارسایی تکنیک‌ها برطرف گردد.